مخلصان محترم، امروز در حضور ما یکی از فوتبالیستان مشهور جمهوری معروف جان رستم همچون سرمربی دسته روشن کلوب اینجا حضور دارند و ما میخواهیم که یک چند سوالهای ما با این کسا جواب دهند. معروف جان، از شما خواهش که درباره کماند یک کمی معلومات با مخلصان دسته پیشنهاد میکنید. خیلی که شما میدانید امسال در نزد دسته مقصدی وزنی موندگی که برای نایل شدن برای جای اول که این در فوتبال کلوب که یکم نشده است. ما امسال در نزد خودمون مقصد رو موندگیم که شما میبینید دسته حاضر در جای دوم رفته ایستاده است. ما با سرپرستی بازاری حاجی شریف و شرکت فراز و شرکت کانگورو این سال ما را دستگیری کرده ایستادن. ما خیلی مقداری خود را بیان میکنیم که با حال دسته در یگان کاملی و رسیدگی نیست. چخیلی که در کل است این سرپرستا با دسته روشن کمک کرده ایستادن و یادم خود را در این دسته رسیده ایستادن. ما کوشش از طرف خودم کوشش میکنیم که این سال این سرپرستا را ما با مقصدی که در نزد ما موندگی‌اند ما انشاءالله که باید این جای اول رو در این سال چمپیونات تاجیکستان اشغال. معروف جان، ما باوری کامل داریم و از طرف هم دوباره پیش میبریم که برای این آرزوی هوس دیرینه خود برسیم. انشاءالله با دستگیری سرپرست چنان شما اینجا قید کردیم امسال با تمام شوراها را دیده ایستم و به نزدیکی در تیم ما 3 بازیگر جانگی یک جای شد. درباره این کسا یادم معلومات به مخلصان برسیم. خیلی که شما میدونید از اول منصوم در ما در دسته ما یک بازیگر از دولتی افریقا گانا بود. باز بازیگری دیگه با دسته ما امراه شدن که اینها سلمان و دیوید می باشند. در دولت خود در لیگ اول بازی میکردن و چخیل که شما دیدین ما پیش از این بازی که این روزا ما میگذرانیم در شهر کلوب ما با دسته سیسکای دوشنبه بازی کردیم. 2 بازی دیگه کردن خودشان را با درجه عالی نشان دادن که ما بازیگرانی نوز هستیم. معروف جان، میخواستم یک چیزی رو از شما پرسیدم کنم. روز 24 بازی با فکر من با فکر مخلصان که این بازی حل کننده است با تیم وزادار ریگر تدس. شما خود که یک چند سال در این تیم بودید و میخواستیم فهمیم تیاری شما برای که این بسیار هم بازی حل کننده است. با فکر من شما با چی دستاورده با این بازی تیاری دیدید؟ ما این روزا با مربیایی که با همراهی ما کار میکنن یک جا ششته از حال فکر کرده ایستادیم که چطور ما این بازی در تیاری بینیم. برای همین بازی پیش همین بازی که ما یک طور بازی نمیکردیم از سببی که بازیگران دسته وحش که در تیم جوانان تاجیکستان هم بازی ما را نموندن. ما برای همین خشیده یک بازی رفیقانه با دسته جوانان تاجیکستان موندیم که همه اینا برای تیاری به این بازی دسته ریگر کرده از روز 24 که در شهر کلوب میگذرد و در نزد دسته یک مقصد موندگی که فقط بازیاش غالب بیاید. ما کوشش میکنیم که بازی را انشاءالله غالب کنیم. ما مخلصامون در این بازی دعوت میکنیم که بیاین دستگیری کنن و با دستگیری میکنن بازیامون محتاجیم با دستگیری میکنم. ما انشاءالله این بازی
آینده‌مون رو عالی. با شما موفقیت آرزو ماندم در بازی آینده و در محصیل انشاءالله. حضور حسین جان مالخی با ما است و می‌خواهیم که یک چند فکر و خیال‌های خود را نسبت به این ابراز کنند. این طبعا از ایران خیلی خوشحالم که امسال در خدمت روشن کلاب هستم و امیدوارم با اینکه موفقیت زیادی برسم. حاضر که شما در کلاب زیست میکنین این مردم رو برای خود چه خیلی دریافت کردین؟ مردم تاجیک رو، مردم کلاب شهر رو، مخلصان دسته رو. مردم کلاب بسیار مهمان نواز هستن، بسیار تماشاگران بسیار خوب هستن. در هیچ جای تاجیکستان تماشاگری که تیم ما داره هیچ کمندی نداره و خیلی خوشحالم داریم که بازی می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم امسال جوابگوی این همه محبتی که ما کردن رو باشیم. نسبت سرپرستان، نسبت روبریت کلوب چی گفتنی دارید؟ خوبه تا اونجا که توانستیم در جورشون بوده توانستیم ما رو کمک کردن و امیدوارم که در ادامه همینطوری که تا الان کمک ما کردن کمک حال ما داشتن تا بتونیم برنامه. سلامت باشه حسین جان، برای تو بردباری میخوام و انشالله ما یک جویا باوری کامل دارم که این موسم را با موفقیت باقی می‌رسونیم. سلامت باشه.